پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده روز قیامت امت من 500 سال از تجار زودتر وارد بهشت میشوند. تاجر ایستاده و حساب و کتابش داره میکشن. این از کجا آوردید؟ از راه حلال به دست آوردید؟ چه کار کردید؟ فلانجا زکات دادید ندادید؟ درست دادی درست ندادی؟ رفت. پیامبر همیشه صلی الله علیه وسلم دعا میکرد خدایا حب مساکین به من بده. اللهم انا نسألك حب المساکین. بهشت و دوزخ با هم دیگه بحثشون شد. جهنم گفت فیه الجبارون المتکبرون الظالمون الاغنیا. جهنم داره میگه در من انسانهای جبار، متکبر، ظالم، سرمایه‌دار در منن. بهش گفت فی المساکین المساکین المظلومون الفقراء. اما درون من مظلومین و فقرا و مساکین هستند. افتخار به ظالم نیست. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. امروز طب و پیشرفت علمی ثابت کرده که اعصاب انسان در پوست انسانه. 1400 خورده سال پیامبری که دانشگاه علوم پزشکی نرفته در قرآن گفته که اعصاب در جلد انسانه. خداوند میگه کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. وقتی که در نتیجه سوزش آتش جهنم پوست جهنمیان سوخت، ما پوستشون و جلدشون رو عوض میکنیم تا عذابو بچشن، نگفته گوشتشون. اگر یه آمپولی بر بدنت وارد بشه اون لحظه ای که با پوست تماس میگیره احساس درد میکنید. وقتی تو گوش رفت دیگه میگه جلدشون رو عوض میکنید. و روح و ریحان و جنت نعیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. درباره بهشت میگه همش روح و ریحانه. پیامبر میگه وقتی بهشتیان وارد بهشت میشن خداوند تسبیح خودش رو به اونها الهام میکنه. همینجور که تو بهشت میچرخن میگن سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. تسبیح برشون الهام میکنه. هر بار که میگن سبحان الله از کل جلدشون گلاب پمپاژ میشه تو فضای بهشت. آیا رفتی خانه خدا بوسه بر حجر الاسود بزنید احساس نکردی که اونجا همش بوی خوشه؟ از بس که اونجا عود و عنبر میکشن. اما بهشتیان وقتی که خداوند به اونها تو بهشت الهام میکنه تسبیح خودش، هر بار که بهشتیان میگن سبحان الله این جلدشون، این سوراخ‌های جلدشون گلاب پمپاژ میکنه. سبحان الله. معطر میشه فضای بهشت با تسبیح خدا و اون گلابی که از بدنشون چه پمپاژ میشه. روبروی هم روی تختای بهشتی نشستن. خداوند غل و غش و کینه و عداوت دشمنی گفته نزعنا، من از سینه های اونها بیرون کشیدم. جز لبخند چیز دیگی و بشاشیت و تبسم چیز دیگه تقدیم هم نمی کنن. روبروی هم رو تختای بهشتی نشستن، از دیدار هم سیر نمیشن. عزیزان و سروران، بذار اون بچه فقیر، بذار اون کارگر مهاجر افغان، اونم برادرته، بذار اون بلوچ، اون بنگال، انما المؤمنون اخوه، بذار اون فقیر تو صف نماز لباسش بچسبونه به لباست. نترس، اگر لباسش کهنه بود جیبش خالی بود، اگر پاش یا لباسش تو صف نماز بپاد و لباست و کتفش به کتفت چسبید، نترس جیبت خالی نمیشه، نترس فقرش از اون به تو منتقل نمیشه. جلو خداوند همه یکی هستیم، همه عبدیم. عبد رب یکیه اما عبید زیادند. رب فقط یکیه، الله رب العزت والجلال. باقی همه عبیدن با همه طبقاتشون. کسی طبقه شو به رخ کسی نکشه.
سر پل صراط میدونه که سرمایه داره، که حاکمه، که موفقه، که خوشبخته. اگر شهادتین هنگام مرگ به زبان تامند، اون موقع میدونی که تو سرمایه داری. چون پیامبر گفته هر کسی آخرین کلامش در دنیا شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله باشه، اون بهشتیه. اگر نیامد هیچی به دردت نمیخوره. 4 نفر نشستن بغل گوشت، بگو لا اله الا الله، یه کلید گاف صندوق، کلید گاف صندوق. ماشینام چه شد؟ شرکتم چه شد؟ اونا به کی میرسه؟ به هر کسی برسه. ای مسکین، بگو لا اله الا الله تفلحو، بگو لا اله الا الله. اما همون فقیر درویش مسکینی که تو به نظرت نمی آمد، قبل از مرگش نمازش خونده، وضوش گرفته، مسواکش زده، غسلش زده، حلالی میطلبه، رو به قبله خودش شهادتش میده، بعد نفس خالی میکنه. بعضی همینجور چشمش مثل خون میشه، هی حلقومشون ورم میکنه، روحش میاد تا حلقومش دوباره برمیگرده. همطور جون میده، نمیتونه تخلیه بشه. بگو لا اله الا الله. چی؟ تو عمرش نگفته.